بیریم رو سوال دیگری که عزیز بیننده نوشتن برای ما. ایشون نوشتن که یک پسر افغان هستن، در ایران زندگی میکنن. نامزدشون در نیوزلند زندگی میکند و در آنجا مدرسه میخواند. در مدرسه‌ای که درس میخواند همه غیر مسلمان هستند. درس دین هم وجود ندارد. هم کلاسی‌هاش همه کافر هستند ولی به دین و حجاب یا پوشش شرعی مسلمان ها کاری ندارند. نامزدشون میخواد پزشک شود ولی نوشتن که دوست ندارند در جای درس بخواند که در اونجا به اصطلاح کفار هستن و اختلاط هست و فلان. نظر اسلام در این مورد چی است؟ آیا جواز دارد که در این مکان درس بخوانند یا خیر؟ و نوشتن که دوست ندارن نامزدشون در اونجا درس بخواند ولی نامزدشون به حرفشون گوش نمیده. آیا از او جدا شوند یا خیر؟ ببینید دوست عزیز، این سوال رو از دو جنبه میشه پاسخ داد. یکی جنبه شرعی، یکی جنبه اجتماعی. اول میریم رو جنبه اجتماعی. یکی از شروطی که واقعا من میپسندم این رو در بعضی مذاهب، مثلا در مذهب حنبلی خیلی روش تاکید میشه، قضیه کفو بودن عروس و داماد هست، یا دختر و پسری که میخوان با هم ازدواج بکنن. از نگاه عصب، نسب، قبیله، علم، دانش، مرتبه خانوادگی و غیره، حتی از نگاه دین خیلی اهمیت میدن به این جوانب. این یک نکته خیلی مهم است که متاسفانه در جوامع ما در ازدواج زیاد در نظر گرفته نمیشه. طرف خودش مثلا در آمریکا زندگی میکنه چون اونجا میدونه که مثلا حالا شاید بیشتر دخترایی که در اونجا هستن قابل اعتماد نیستن یا اینطوری فکر میکنه. بعد مادرشو میفرسته افغانستان یا کشور خودشو، میگه برو یک دختر مسلمان نمازخوان دنیا ندیده ای که از هیچی خبر نداشته باشه رو برای من خواستگاری کن بیار. یا برعکس، طرف خودش مثلا در افغانستان زندگی میکنه، دوست داره که با اون دختری که مثلا قوم و خویشون است که در نیوزلند، آمریکا، فلان، کانادا زندگی میکنه با اون ازدواج کنه که غایت و هدف نهاییش این است که حالا یک راهی پیدا بشه که بره مثلا اروپا و آمریکا زندگی بکنه. این مسائل رو باید ما در ازدواج ها در نظر بگیریم. واقعیت این است که اگر که عروس و داماد از نگاه اجتماعی، از نگاه طبقاتی، حالا ما نظام طبقاتی نداریم اما یک سری مسائلی است که در جامعه وجود داره، عرف و عاداتی است که وجود داره، علم، دانش، نسب، این مسائل در یک رتبه نیستن، سعی کنن که از این گونه ازدواج ها دوری بکنن. چرا؟ خامخا در زندگی مشکلات به وجود میاد. مثلا در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها با زید ازدواج کرد. زید ابن حارث برده ای بود که در مکه فروخته شده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم او رو پسر خوانده بودن. بعداً وقتی که پسرخواندگی از بین رفت، یکی از به اصطلاح عزیزان صمیمی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. اما این ازدواج زیاد دوام پیدا نکرد چون که زینب از قبیله قریش، از بنی هاشم بود و خودش رو طبعا برتر میدانست و زید ابن حارث یک برده خریده شده بود که آزاد شده بود. این تفاوت طبقاتی در بین این زن و شوهر همیشه مشکل ساز بود در زندگی، تا اینکه منجر به طلاق شد و این طلاق هم، جدایی هم به شکلی بود که واقعا هم برای زینب و هم برای زید یعنی آسان نبود. یک سری دردسرها و مشکلات فکری و روحی و اجتماعی رو براشون در پی داشت. الان در جوامع ما متاسفانه به این مسائل زیاد اهمیت نمیدن. بعد طرف هست مثلا خانواده خیلی آزاد میره با یه خانواده خیلی دیندار ازدواج میکنه، بعد اون دختر دیندار رو مجبور میکنن که مثلا حجابش رو در بیاره یا که با هر کس از قوم و خویش اینا نشست و برخاست بکنه. این زندگی همیشه این مشکلات، یک جداری، تشنجی در زندگی وجود داره. یا برعکس مثلا یک دختر خیلی آزادی است، در یک خانواده آزاد زندگی میکنه در اروپا، آمریکا، اینو میدن به یک پسری که مثلا دیندار و ملتزم است. خب
خب این به زور و جبر اون رو میخواد به یک سری مسائلی که بهش اعتقاد داره مقید بکنه. در نظر گرفتن این موارد همیشه دردسرساز شده در جامعه ما. خیلی از مشکلاتی که فعلا در خانواده وجود داره بر همین اساس است. این از نگاه اجتماعی. ثانیاً در ادامه همین موضوع اجتماعی بودن این قضیه، این رو باید در نظر بگیریم که زن و شوهر میخوان با هم زندگی بکنن. ما طبق عاداتمون، تقالیدمون و طبق دینمون باید زن از مرد تمکین داشته باشه و اطاعت از شوهر به اصطلاح یکی از فرامین الهی است و در غیر معصیت الله سبحانه و تعالی، و برای قیام خانواده و برای اون انسجام و آرامش خانواده این ضروری است که در یک خانواده یکی رئیس خانواده باشه، یکی مدیر خانواده باشه، یکی حرف اول آخر رو بزنه. البته در چارچوب دین و شریعت، نه اینکه زورگویی بکنه. خانواده یک مملکت هست. در یک مملکت اگر 2 تا رئیس جمهور باشه، مملکت به گند کشیده میشه. یک واقعیت است. باید یک رئیس جمهور باشه، یک رهبر باشه، یک پادشاه باشه که یک مملکتی رو اداره بکنه. یکیش بگه با والا مثلا انقدر مالیات بدن مردم، یکی دیگری بگه نه انقدر ندن اونقدر بدن. خب این دوتا با هم دیگه درگیر میشه. حتی الله سبحانه و تعالی میگه که اگر که در آسمان و زمین 2 خدا می بودن، زمین و آسمان به فساد کشیده میشد. یکیش میگه باران بیاد، یکیش میگه نه برف بیاد، یکیش میگه آفتاب بشه، یکی دیگه‌ش نه ابر بشه. نمیشه. به همین دلیل در یک خانواده اگر میخواهید که آرامش باشه، سکون باشه، باید که یک رئیسی وجود داشته باشه که از نگاه عرف و عادات دین ما این رئیس خانواده مرد است و مدیر خانه، مدبر خانه زن هست. به همین صورت اینا میتونن این مملکت کوچکشون رو اداره بکنن، تربیت فرزندان، مسائل زندگی و این چیزها رو به پیش ببرن. مادامی که یک زن و شوهری میخوان با همدیگه زندگی بکنن، خوشبخت بشن، باید با همدیگه هماهنگ بکنن این مسائل زندگی خودشون رو. شوهر میخواد که زنش مثلا کار نکنه، تو خونه باشه، بگه بابا من زندگی تو تامین میکنم، خرج و مصارف تو میدم، تو فقط بشین تو خونه فرزندان رو تربیت بکن، این خونه رو اداره بکن. در این مسئله با هم به تفاهم برسن. اگر طرف خانم این رو قبول کرد که تمام، با هم دیگه نکاح میکنن، ازدواج میکنن، زندگی آرامی رو. نه، میگن که خب تو هم کار بکن، من هم کار میکنم، تو مثلا برو پزشکی بخوان، منم میخونم، تو برو هندسه بخوان، من پزشکی میخوانم. با هم دیگه توافق میکنن. طبعا طرف میره در دانشگاه طب میخونه یا پزشکی میخونه، اینم میره انجینری یا هندسه میخونه. فردا بزرگ شدن، به اصطلاح ازدواج کردن، هر کدومش میره سر کارش، چون اینا با هم دیگه همین اتفاق رو کردن، این تفاهم رو با هم دیگه کردن. یکی میگه که نه خلاصه تو نخوان، تو دانشگاه نخوان، یا این رشته ای رو که داری میخوانی این رشته رو نخوان، اگر این رشته رو بخوانی من با تو زندگی نمی کنم. این حق مرد است این شرط رو بگذاره و این حق زن هست که رد بکنه یا قبول بکنه. ظلم و اجباری در اینجا نیست. ببینید ما از یک مملکتی داریم صحبت میکنیم که باید با تفاهم، با همبستگی، با رضایت، با محبت با هم دیگه زندگی بکنن. مرد میگه که من دوست ندارم تو مهندس بشی، انجینر بشی و فردا بری مثلا مجبور بشی که با سر کار با کارگرها و با شرکت ها و با حمل و نقل و با همه اینها اختلاط و حرف و بگو مگو. خب امکان نداره که یک زن مهندس باشه و بعد سر و صورتش هم ببنده، گوشه خونه بشینه بگه من گوشه خونه اداره میکنم. نه، بعد بره سر پروژه، بره اونجا همه چیزو کنترل بکنه. مرد میگه نه من اینو نمیخوام، زن حساب بکنه الا من میخوام مهندس بشم. خب این زندگی نشد. الان شاید شما بدید بره ازدواج هم بکنید، نکاح هم کردید، فردا خانم بشین خونه من امروز کار دارم. نه خیر، من امروز میخوام برم سر پروژه با کارگرا جلسه دارم. مرد بهش بر بخوره، خب جدا میشن از هم دیگه، زندگی تباه میشه، هم زندگی زن هم زندگی مرد. یک به اصطلاح یک شکافی در این زندگی ایجاد میشه و این زندگی به ناکامی میانجامه. باید این تفاهمات قبل از ازدواج بشه.
بعضی از پدر و مادرها متاسفانه در این امور میان مداخله میکنن، نه دختر من باید فلان دانشکده رو بخونه بعد از اون ازدواج بکنه. به شما مربوطی نداره، این مسئله دختر خودتون هست، اون باید تصمیم بگیره. فردا نمیخواد که برای شما کار بکنه یا بیاد تو شرکت شما کار بکنه، یا نمیخواد که با پدر و مادر زندگی بکنه، میخواد با این مردی که قرار است شوهرش بشه زندگی بکنه. پس این چیزا باید با تفاهم باشه، چه از طرف مرد چه از طرف زن. مادامی که در شروع زندگی قبل از نکاح به تفاهم در دوران نامزدی در این مسائل نرسیدید، به این زندگی ادامه ندید. خودتونم بدبخت نکنید، اون دختر بیچاره رو بدبخت نکنید. بگذارید اون کسی رو پیدا بکنه، با کسی ازدواج بکنه که با اون خواسته هایی که داره، حالا چه مشروع چه غیر مشروع، به اینش کار نداریم، مشکلی نداشته باشه. و شما هم برید با دختری ازدواج بکنید که با این شرایط، با این خواسته، با این ایده، با این عقیده شما مشکلی نداشته باشه. طبعا گفتم اینجا فقط منظار اجتماعی رو داریم نگاه میکنیم، مثلا شرعیش اصلا بمانه برای بعد. پس این رو باید قبل از زندگی یک دختر و پسری که میخواهند با ازدواج بکنن به تفاهم برسن. چی کار میخوان بکنن بعد از ازدواج؟ آیا میخواد کار بکنه در بیرون از خونه؟ شرایط کار، شرایط اجاب، شرایط اختلاط. شما دیگه نمیتونید که اونجا یک شرکت خاص برای خودتون درست بکنید، یک بیمارستان خاص به اسم خودتون درست بکنید، دختر خانم بره اونجا به عنوان دکتر یا مهندس کار بکنه، نه کسی اونو ببینه نه با کسی حرف بزنه. این امکان نداره. طبیعتا وقتی که دکتر شد میره در بیمارستان، بیمار مرد پیشش میاد، بیمار پیر میاد، بیمار جوان میاد، بیمار خوب میاد، بیمار بد میاد، بیماری که چشمش به اصطلاح بیمار هست میاد، بیماری که مرض نفسی داره میاد، بیماری که مثلا شهوتران است میاد. هر چیز امکان داره در محل کار. یا در پروژه میره، در اونجا همه کارگرا که انسانای مسلمان و غض البصر و فلان چیزا که ندارن، در بینشون هر گونه انسان ها وجود داره. شاید یکی به نگاه بد بهش نگاه بکنه، شاید یکی یک روزی بهش دست درازی بکنه، هزار یک مسئله وجود داره. پس همه اینا رو بسنجید، در زندگی کسانی رو انتخاب بکنید شریک زندگی خودتون. ببینید ما میگیم شریک زندگی، دو تا تاجر با هم شریک باشن، یکیش بگه که آقا ما این کارو بکنیم، یکیش بگه نه نکنیم، یکی بگه این مال رو بخریم، دیگریش بگه نه نخریم، یکی بگه اینو 10 بفروشیم، اون یکی بگه نه 15 بفروشیم. خب این تجارت ورشکست میشه، به گند کشیده میشه، نمیشه این شراکت. شما الان شریک زندگی برای خودتون میخواید انتخاب بکنید، باید همه این مسائل رو واضح و صریح بگید. قبول کرد فبها، قبول نکرد تو رو به خیر ما رو به سلامت. این از نگاه اجتماعی. از نگاه شرعی درس خواندن و تحصیل کردن دختران هیچ مشکلی نداره، مادامی که اون شروط شرعی براش وجود داشته باشه، اختلاط نباشه. ببینید اختلاط که نباشه، میگیم اختلاط انواعی داره. در بعضی کشورها تو دانشگاه ها مثلا تو سر کلاس ها دختر و پسر کنار هم در یک صندلی اجباری می نشینن. خب این اختلاط خیلی بدتر از اون اختلاطی است که دختر و پسر در یک کلاس، نصف کلاس دختر و نصف کلاس پسر است. و این اختلاط بدتر از اون اختلاطی است که در یک دانشگاه، در یک ساختمان، کلاس های دخترانه، کلاس های پسرانه از هم جداست. این اختلاط بدتر از اون اختلاطی است که در یک شهر دو تا دانشگاه است، یکی دانشگاه دخترانه، یکی دانشگاه پسرانه، دخترها جدا درس میخونن، پسرها جدا درس میخونن. انسان فاتقوا الله ما استطعتم، شما از الله بترسید، تقوا پیشه بکنید به اندازه استطاعتتون. شما وقتی که میخواید دخترتون یا یک دختر خانومی که میخواد درس بخونه، اگر مسلمان هست، دیندار است، به الله و رسول اعتقاد داره، باید سعی بکنه که آنچه که کمترین مورد فساد و فحشا و وسوسه شیطان و گناه رو در اون میبینه، اون رو انتخاب بکنه. مثلا یک دانشگاهی است، شاید مدرکش خیلی بالا باشه، خیلی خوب باشه، فلان باشه، اما اختلاط شدید در اونجا وجود داره. دانشگاه دیگری از شاید مدرک یعنی اونقدر درجه 1 و 2 و 3 در دنیا نباشه، اما در اونجا این شرایط در نظر گرفته شده. به خاطر خوف الله سبحانه و تعالی، به خاطر تقوا، انسان اون رو باید انتخاب بکنه که در اون شرایط اختلاط خیلی بهتر از دانشگاه دیگر است. این از نگاه شرعی. آیا همه تخصصاتی رو که در دانشگاه وجود دارد دختر و پسر میتونن بخونن؟ نه خیر. مثلا زنها، دخترها باید سعی بکنن تخصصاتی رو بخونن که، البته منظور مخاطب من الان زنها و دخترای مسلمان دیندار هستن. حالا یک کسی بیاد اونجا کامنت بده
نه شما ضد زن فلان، نه شما که آزادید، به این مسائل اعتقاد ندارید، برو هر چه دوست داری بخوان، ما با شما کاری نداریم. مخاطب من اینجا اون خواهران مسلمان و دیندار و با ایمانی هستن که الان میخواد بره مثلا در دانشگاه طب بخونه، پزشکی بخونه، مونده کدوم رشته رو انتخاب بکنه. ببینید در اینجا انسان باید سعی بکنه رشته‌ای رو انتخاب بکنه که کمترین به اصطلاح اختلاط و وقوع در فتنه و فساد و اینها رو داشته باشه. مثلا یک دختر خانومی بره بگه آقا من میخوام برم مثلا جراحی استخوان بخوانم، 3-4 گزینه در پیش روش هست. مثلا بخش نسایی و زایمان هست، مثلا بیماری‌های زنانه و زایمان هست، مثلا کودکان هست، یا چشم هست، دندان هست، فلان هست. اینها رو میخواد بخونه. در یک کشوری اگر که مسائل اجاب و شرع و دین و این چیزا و عرف و عادات اینا در نظر گرفته میشه، همه این تخصصات رو یک زن میتونه بخونه، چون که ما به دندان پزشک زن نیاز داریم. زنمون بیمار میشه، خواهرمون، مادرمون بیمار میشه، بعد پیش یک همه میگردیم دنبال اینکه یک دندان پزشک زن پیدا بکنیم. یا نیاز به جراحی داره، دنبال یک جراح زن میگردیم. یا نیاز مثلا به شکسته بندی داره، میریم به یک دکتر ارتوپدی به اصطلاح زن میگردیم. همه این چیزها رو در جامعه نیاز داره. مادامی که جامعه بتونه شرایط مساعد برای یک زن مسلمان رو برای درس خواندن و برای کار کردن مساعد بکنه. اما یک زنی بیاد بگه که آقا من میخوام برم خلبان بشم، خلبان مثلا هواپیماهای مسافربری بشم، نیازی نیست. چرا میخوای تو خلبان بشی؟ یعنی تصور بکنید تو میخوای مثلا به طور مثال از تهران بری پرواز بکنی به کابل، طبعا اونجا که رسیدی یک شب باید بمونی. اولا در این مسیر راه هیچ که همراه تو نیست، یه خلبان مرد در کنار نشسته اونجا، بعدش هم اونجا میری در یک هتل یک شبی رو تنها میگذرانی. بعد از اون ببینید نیاز نیست که یک زن بره خلبان بشه. آیا ما نیاز ضرورت جامعه ما این است که امروز خلبان زن داشته باشیم؟ نه. یا مهندس راه ساختمان میخواد بشه، آیا جامعه ما نیاز بر این است که ما یک مهندس راه ساختمان زن داشته باشیم؟ میگن نه، برای مساوات بین زن و مرد باید ما هم خلبان مرد داشته باشیم و هم خلبان زن داشته باشیم، هم به اصطلاح مهندس مرد داشته باشیم هم مهندس زن داشته باشیم. خوبه، منم طرفدار این به اصطلاح مساوات هستم. بیاید پس این آشغالا که جمع میکنن شهرداری، با عرض احترام و حرمت به عزیزانی که در تمیز کردن شهر و محیط ما فعالیت میکنن، با دید احترام و تقدیر به اونها میبینیم. اما برای مساوات بیایید پس زنها به همون تعدادی که کارگران شهرداری مرد ما داریم، خیابونا رو تمیز میکنن، آشغالا رو جمع میکنن، بیان به همون تعداد هم زن بیارن. چرا اینجا مساوات نیست؟ چرا مردا باید آشغال جمع بکنن همیشه؟ تا اکثر کشورهای دنیا مردها این کارو میکنن، ایران، افغانستان، پاکستان، حتی اروپا و آمریکا. بیایید مساوات برقرار بکنید، 50% مرد باشه، 50% زن. چه اصرار دارید که 50% مهندسا باید زن باشن، 50% نمیدونم خلبانها باید یا پیلوت‌ها باید زن باشن؟ یا هدف چیز دیگه است، هدف ایجاد محیط فحشا و فساد و اختلاط و به فساد کشاندن زنها، هدف دیگری ندارن اینا. حالا در تخصصات تعلیمی ما به زنها نیاز داریم، در تخصصات مثلا حتی در بخش هندسه، مثلا در بخش انجینری، بخش هایی هست که زنها میتونن در اونجا درس بخونن. اما اصرار در این که در تخصصاتی که در اونجا یک محیط امن از نگاه اخلاقی برای زنها نیست، در اونجا درس خوندن یک اصرار بیجا هست. این از نگاه شرعی. از نگاه اختلاط هم که خدمتتون عرض کردم، انسان باید فاتقوا الله ما استطعتم، به اندازه‌ای که میتوانید از الله سبحانه و تعالی بترسید و تقوا و پرهیزگاری پیشه بکنید. حجاب و پوشش شرعی این هم مسئله ای است که بین زن و شوهر بعد از اینکه با هم دیگه آشنا شدن و هدفشون ازدواج بود و دوران نامزدی با هم دیگه صحبت بکنن. من میخوام تو صورتت رو ببندی، حجاب از نظر من این است که باید صورتت رو ببندی. قبول میکنی؟ اهلا و سهلا. قبول نمیکنی؟
خدا نگهدار. به همین راحتی. بله، نکنید زندگیتون رو بعد از ازدواج روی این مسائل به جای اینکه بیاید برای تربیت فرزندانتون، رو ساختن خانواده سالم صرف بکنید، نه رو مسائل پیش پا افتاده مثل این بیاید با هم دیگه درگیر بشید. اینا رو قبل از ازدواج حل بکنید. طرف نه، دختر خانم میگه که نه، من قائل به این هستم که پوشیدن صورت واجب نیست. آقا نمیگه پوشیدن صورت واجب است. یکی از این دو طرف باید کنار بیان. دختر خانم میگه که مثلا یک زن مسلمان و مؤمن چی میگه؟ میگه خب من معتقد هستم که باز کردن صورت، باز بودن صورت واجب نیست، اما چون تو به این اعتقاد هستی که واجب است، من به خاطر تو صورتمو میپوشانم، به خاطری که با تو ازدواج بکنم. نورون علی نور، چه بهتر از این؟ اما بگه نه الا بالله من صورتمو نمیپوشانم، تو هم بگی نه الا بالله صورتو میپوشانی، بگه خب حالا بعد از ازدواج صحبت میکنیم. بعد از ازدواج زندگی به گند کشیده میشه. اینو قبل از نکاح، قبل از ازدواج این مسائل رو با هم دیگه حل بکنید. نوشتن که دوست ندارن که نامزادشون در اونجا درس بخونه، اما ایشون نامزادشون به حرفش گوش نمیده. خب این رو باید به تفاهم برسید. دختر خانم اگر میخوای با من ازدواج بکنی باید این شرایط من رو قبول بکنی. اونجا درس نخون، بیا مثلا در کشوری که من زندگی میکنم درس بخونی، یا بریم در کشور ثالثی که در اونجا این شرایط حجاب و این مسائل در نظر گرفته شده باشه، در اونجا درس بخون یا رشته تا عوض بکن. قبول کرد نکرد، بهترش امین است که همین الان شما به این رابطه نقطه پایان بگذارید و سعی بکنید با کسی ازدواج بکنید که در این مواردی که برای شما خط قرمز زندگی است به تفاهم برسید. هیچ وقت خط قرمزهای زندگیتون رو به طور موقت متوقف نکنید، یا اینکه حالا بعد از ازدواج میبینیم. نه اینو بعضی اوقات این همین مسائل کوچک سبب مشکلات خیلی بزرگ در بین خانواده میشه و یک وقتی شما میخواید از هم جدا بشید که دیگه کار از کار گذشته. این هم از سوال این بیننده عزیز و گرامی که خدمتشون پاسخ دادم.